گفت به هر حال اینا مهم نیستش، من واسه کار دیگه ای اومدم. گفتم که چه کاری، چی شده؟ گفتش که سما تو به این پسرت اطمینان داری؟ گفتم کدوم پسر؟ گفت شوهرتو دارم میگم. گفتم معلومه که بهش اطمینان دارم. گفت مطمئنی؟ والا من چند سری اتفاقی این ور اون ور دیدمش، خبرهای خوبی ازش به گوشم نرسیده ها. اینو که گفت اصلا بند دلم یه دفعه پاره شد. گفتم چه خبرایی، چی شده مگه؟ گفت تو که میگی بهش اطمینان داری. گفتم خب بالاخره فکرمو درگیر کردی، چی شده مگه؟ گفت والا مثل اینکه پوریا این چند وقته با یه زنی چیزی در ارتباطه. گفتم با زن در ارتباطه؟ برای چی؟ اون وقت گفت نمیدونم، ولی اگه واقعا داره این کارو میکنه خیلی بی‌لیاقته، تو چیزی کم نداری اون بخواد بره سراغ زنهای دیگه. گفتم رضا من نمیتونم باور بکنم، من نمیتونم از همچین چیزی رو باور کنم، مگه میشه؟ گفت حالا وقتی چشماتو کورکورانه بستی اون وقت نمیخوای قبول کنی، من برگردم چی به تو بگم؟ دیگه سرمو گرفتم تو دستم، شروع کردم گریه کردن که خدایا یه روزم من میخواستم این آدم زندگی کنم نشد. پس اون شکایی که بهش داشتم الکی نبود. دیگه یواش بهم گفت سما قبلا بهش شک کرده بودی. شروع کردم گریه کردن که اصلا اون لحظه متوجه نبودم رضا کی هست، چه شخصیتی داره، قبلا کی بوده. اصلا درد و دل کردن برای این آدم اشتباهه، حضورش حتی تو خونه من اشتباه بود. شروع کردم گریه کردن که آره رضا چند وقته بهش شک کردم، حس میکنم با زنی چیزیه، ولی دائما میگه نه نیستم. گفت غلط کردم، میگه نیستم. من چند دفعه آمارش از این اون به دستم رسیده، میگن که با زنا لاس میزنه، دائم دور و بر زنای خراب و اینا میپله، که سم خودتو از این زندگی بکش بیرون ها. دیگه اون وقت گفتم میگی چی کار کنم؟ آخه من تازه چند وقت ازدواج کردم، چی برمیگرده به هم میگه؟ گفت چرا کسی به تو چیزی بگه؟ هنو مردم والا دنبال تو هن، هر کی آرزوش بهترین زندگی رو با تو داشته باشه. از این ور وقتی این پسر هرزگری در آورده تو تقصیری نداری. دیگه حالم خراب شد و اینا. و گفت بشین بذار برم برات یه لیوان آب بیارم. رفت که آب بیاره و اینا. یه لحظه سنا برگردوندم بگم نمیخورم زحمت نکش، حس کردم یه چیزی تو آب ریخ، ولی گفتم که نه، شاید بازم مثل همه چیزا اشتباه دارم میکنم. اومد سمتم و اینا، دیدم آب یه حالت زرد رنگ به خودش گرفته. گفتم که رضا این چیه؟ چی ریختی تو آب؟ دیدم که یه ذره هول شد، ولی سریع به خودش مسلح شد. گفت چیزی نیستش، زعفرون از تو کابینتت پیدا کردم ریختم توش. گفتم زعفرون رو تو از تو کابینتت من پیدا کردی برای چی؟ گفت برای آرامش اعصاب خوبه. بخور بابا، اینقدر هیچی نگو، حرف نزن و اینا. حالا تو فکر اینی که من زعفرون از کجا پیدا کردم و اینا. لیوان آبو داد خوردم و اصلا احساس کردم آتیشم یه ذره فروکش کرد، سرم به طرز عجیبی خوب شد و اینا. گفتم وای رضا خدا خیرت بده، گفتی این زعفرون و اینا برای آرامش اعصاب خوبه. دیگه گفت آره چیز خیلی خوبیه. من اتفاقا یه دونه خودم هم دستساز دارم، اون وقت بیا برات آوردم. دیدم از تو جیب کتش در آورد یه شیشه، همون توش هم زعفرون و اینا بود. گفت اینو هر وقت مثلا احساس کردی حالت بد، اعصابت خورده، یه ذره بریز تو آب حل کن بخور، خیلی چیزا مفیدیه برات. دیگه من دیگه میارم، کاری چیزی داشتی به هم زنگ بزن. گفتم که دست در نکن اومدی. یه ذره حالم بهتر شد، آروم شدم و اینا. وقتی داشت رد میشد گفت این همون اینو که روش پوشوندی همون آینه نیستش که من بهت کادو دادم؟ گفتم چرا؟ نوبا گفت چرا روشو پوشوندی؟ روم نشد برگردم بگم همچین چیزایی میبینم و اینا، میترسیدم اونم منو مسخره کنه. گفتم همینجوری روشو پوشوندم که خاک نشینه روش. دیگه اون وقت گفت اگه برات مهم بود اون وقت روشو نمیکشیدی. یه حالتی هم بهم نگاه کرد، اصلا احساس خجالت کردم و اینا. رفتم سریع همون لحظه ملافه رو از روش برداشتم. گفتم بیا دیگه روشم ملافه نیست، ولی رضا لطفا این طرفا نیا، نمیخوام پوریا ببینتت یه موقع دست پیش بگیره پس نیفته و اینا. گفت نگران نباش، فقط سما یه چیزی، اصلا به روی این پسر نیار که تو ازش چیزی میدونی و اینا. بذار من یه سری مدارک و اینا جمع کنم، یه چند نفر رو بفرستم بگم ازش عکسینا بگیرن تو همین حالت و اینا، بعد صحبتشو میکنی. گفتم چجوری تحمل کنم؟ آخه تو که زن نیستی بفهمی من چی دارم میکشم. و گفت میدونم میفهمم حالت چجوریه، ولی یه ذره تحمل کن. دیگه گفتم که باشه سعی میکنم خودمو نگه دارم، ولی اگه دیگه یه موقع روشو زیاد کردم حرف زد و اینا دیگه مجبورم به روش بیارم.
خلاصه رضا رفت و گرفتم نشستم خدایا چه خریتی کردم. یه عمری فکر میکردم پوریا به دردم میخوره و خوبه و خوشبختم و اینا، ولی الان میدیدم نه، پدر من با انتخابش واقعا گند زده به زندگیم. چقدر من احمق و ساده و موقع از پدرم تشکر میکردم، فکر میکردم پوریا بهترین مرد زندگی، ولی حالا میبینم کثیف‌ترین مرد زندگی همون پوریا رضایی که به درد من میخوردش. ببین اومد سری برام با هم حرف زد، حتی گفته که آمار پوریا رو گرفته. خب معلومه به فکر زندگی منه دیگه. پا شدم کارامو کردم و سعی کردم به روی خودم نیارم، ولی واقعا سخت بود که به روی خودم نیارم که از کثافت کاری پوریا خبر دارم. شب دیدم که خیلی سرحال اومد و با یه دسته گل تو دستش و اینا. تو دلم گفتم مرتی که عوضی و نگاه، این چند وقت حالم بد بود و اینا، چرا یه بار دسته گل نخریدی بیاری؟ سریع اون تا چیز شده میخوای کثافت کاری خودتو بپوشونی. ولی با هزار بدبختی سعی کردم به روم نیارم، ولی بهم دقت کردن و گفتم و چیزی شده، احساس میکنم ناراحتی. گفتم نه حالم خوبه. چشش افتاد به آینه و گفت روی اینا برای چی برداشتی؟ گفتم همینجوری، روش واسه چی باید روشو بپوشونم؟ گفت سما روی اینو بپوشون، به خدا قسم این یکی دو روزه که روش پوشیده بود حالت خوب بود. گفتم حال من همیشه خوبه پوریا، نخوای ایراد بگیر و اینا، حوصله‌تو ندارم و اگه دنبال دعوا و شر نمیگردی پیله نکن به من. بیچاره هیچی نگفتش. رفتم شامو حاضر کردم و اینا. گفتش که میخوام اگه بشه بیا یه چند روز بریم مسافرت. گفتم مسافرت بریم برای چی؟ من تو کار و اینا نداری؟ گفت بریم یه ذره همین حال و هوامون عوض بشه. گفتم کجا بریم؟ گفت هر جایی که تو بگی. اگه میخوای میریم خارج از کشور، اگه نه میخوای همین هر شهری که تو بگی همونجا رو میریم. گفتم که اگه میشه بریم مشهد، خیلی دلم هوای مشهد رو کرده. گفت باشه اون چیزه، میریم مشهد، میریم هر جایی که تو دلت میخواد، میریم حال و هوامون عوض بشه. حقیقتا از این پیشنهادش خوشحال شدم، هم آب و هوا عوض میشه، هم فکر میکردم که اگه از اینجا بریم دیگه چشمش به زن و اینجور چیزا نمیفته. رفتیم فردا صبح بهم گفتش که برای شب بلیط گرفتم، وسایلاتو حاضر کن که شب فرودگاه باشی. گفتم که باشه. شروع کردم جمع و جور کردن و ولی نمیدونم چرا بی اختیار دستم رفت سمت آینه که ورش دارم و بالاخره با این بدبختی اینو بپیچم با خودم وردم ببرم. یه دفعه دیدم پوریا برگشت گفت داری چی کار میکنی؟ گفتم هیچی، دارم آینه رو برمیدارم. انگارم که خیلی هم کارم مثلا طبیعی و اینا، هیچ مثلا بابتش هم ناراحتی نشم. گفت آینه رو کجا داری میاری سمو؟ و گفتم من بدون آینه در این خونه نمیرم بیرون. گفت دیوونه شدی؟ کدوم احمقی همچه آینه گنده با خودش برمیداره میبره؟ گفتم من میخوام اینو بیارم پوریا، لازممه، آینه به دردم میخوره. گفت یعنی تو اون هتلی که ما میخوایم بریم آینه نیست؟ اصلا کدوم زنیه که تو کیفش آینه نداشته باشه؟ بگی بشین سر جات سما، این دیوونه بازی‌ها رو در نیار. گفتم این آینه رو اگه من نبرم از این در پامو نمیذارم بیرون. دیگه اعصابش خورد شد. گفت به جهنم که نمیای، زنی که دیوونه روانی، دیگه داری اعصابم میریزی به هم. همون اومد هولم بده که مثلا آینه‌ام از دستم پرت بشه. با هزار بدبختی اینا سفت تو دستم نگهش داشتم ولی خوردم به دیوار. گذاشتم سر جا شد دیگه. واقعا بینمون یه دعوای عجیبی شد و شروع کردیم به کتک کاری هم دیگه. اون دعوای شدید یه کتک کاری خیلی وحشتناکی داشت که باعث شد دیگه پوریا عقده این چند وقته رو واقعا سرم خالی کنه و یه جای سالم تو صورت من نذاره. بعد از اینکه خسته شد و ولم کرد و اینا، گوشی رو برداشت و زنگ زد به مادرم، گفتش که من دیگه نمیتونم تحملش کنم، بیاین دخترتون رو بردارین ببرین. مادرم خیلی پشت تلفن ناراحت شده بود و دیدم بودن 10 دقیقه بعد با پدرم سریع رسیدن که چی شده و چه خبره. بابام وقتی چشمش به صورت من افتاد با پوریا درگیر شد که تو غلط کردی از رو بچه من بلند کردی. اون وقت این چه وضعیه، این چه صورتی براش درست کردی؟ ولی پوریا گفت آقا هر کاری میخوای با من بکن، ببر اصلا منو بنداز زندان، من دیگه دخترتو نمیتونم تحمل کنم، دیگه خسته شدم. مثل اینکه مادرم هم قضیه منو از پدرم پنهان کرده بود که اون یکی دو روزی که اومده بودم و حالم چجوری بود و اینا رو هیچی نگفت. برای همین پوریا دیگه دهنشو وا کرد جلوی بابام و از روز اولی که ما رفتیم این آینه رو خریدیم، رضا رو دیدیم و این آینه رو آوردیم خونه، هر روز یه بساط و گریه های من و فلان همه رو برای بابام ترک کرد. بابام لحظه به لحظه اصلا رنگش داشت میپرید، میگفت یعنی چی؟ مگه میشه همچین چیزایی باشه شما از من پنهون کنی؟
دیگه پوریا گفت من به دخترتون احترام گذاشتم، روز اول کاش که پام میشکست، قلم دستم خورد میشد، این آینه رو براش نمیخریدم. گفتم بذار فکر نکنه من به شک دارم و اینا، ولی من براش خریدم. چه میدونستم این بلا میخواد سرم بیاد. از وقتی رفتی پامون رو تو مغازه اون مرتی که گذاشتیم این بلا سرم اومد. برخلاف قولی که به رضا دادم، همون لحظه شروع کردم جیغ و داد کردن که گفتم تو فکر میکنی من از کارهای تو خبر ندارم، بری کثافت کاری میکنی؟ اون وقت تشت رسوایی افتاد زمین، همه دارن صداشو میشنون چه گندی به زندگی من زدی. یه دفعه دیدم چشاش اصلا گشاد شد و از تعجب بابام یه جوری گفت یعنی گفتم همه آمار کثافت کاری دامادتون رو دارم بابا، میدونن داره چی کار میکنه. دیگه پوریا گفت کدوم بیشرفی گفته من دارم کثافت کاری میکنم؟ و گفتم نگران نباش آمار رو گرفتم. گفت نه میخوام بدونم کدوم بیشرفی آمار منو داره که من دارم کاری میکنم. چی شده به منم بگی. گفتم رضا اومد بهم گفت، رضا گفتش که تو با این زن و اون زن میپری. تا رضا رو گفتم ازم یعنی همشون کپ کردن، اینا اولین سیلی از بابام خوردم. گفت تو رضا رو کدوم گوری دیدی که فهمیدی پوریا داره کثافت کاری میکنه؟ دیدم یعنی پوریا هر آن امکان داره منفجر بشه. بابام رفت جلوشو گرفت و اینو گفت تو با این مرد که کثافت حرف زدی کی؟ دیگه اون گفتم من حرف نزدم، اون اومده بود اون وقت سراغم. کجا؟ اون گفتم تو همین خونه. دیگه این خونه که گفتم یعنی بابام مثلا به این بدبختی نمیتونست پوریا رو مهار کنه. گفت بابا جان میبینی دخترت به چقدر پروه که یه مرد غریبه رو تو خونه راه داده، حالا به منم اون چیزه طلبکارم هستش. دیگه برشم گفتم فکر میکنی از تو آینه ندیدم تو اون روز داشتی پشت پرده اینا صدا تو میشنوم داشتی حرف میزدی. دیگه پوریا گفت بابا میبینی دخترت به خدا قسم دیوونه شده، من اون روز خونه نبودم، میگه تو آینه تو رو دیدم داری با یه زن حرف میزنی، به خدا نمیفهمه داره چی کار داره میکنه. دیگه اینقدر وضع خراب شد که فقط بابام از پوریا خواهش کرد که یه امشب و اون وجه منو تنها بذاره. و از وقتی هم که رضا رفته بود هر آن فکر میکردم که آتیش درونم داره بیشتر میشه، دارم دیوونه تر میشم و اینا. دیدم اون سردرد عجیب دوباره سراغم اومد و سریع رفتم شروع کردم و دوباره از همون زعفران دستازی که بهم رضا داد و ریختم تو آب و یه ذره هم زدم و خوردم اون وقت دیگه یه ذره سردردم آروم شد. به مادرم اینو گفتم تو رو خدا منو تنها بذارید، میخوام با خودم تنها باشم. هر چقدر بابام گفت بیا بشین دختر حرف بزن، آخه بگو ببینم چیکار کردی با زندگی خودت، آبرومون رو جلوی پسر بردی، من فردا چجوری تو صورت باباش نگاه کنم؟ گفتم دست از سر من بردار، فقط میخوام تنها باشم. رفتم آینه رو برداشتم و دور از چشم پدر مادرم بردم توی اتاق خودم. یه جوری هم عین یه شیء خیلی با ارزش گذاشتمش روی میز، پارچه‌ش رو برداشتم و بی اختیار شروع کردم خودم رو توش نگاه کردن. ولی اولین بار بود که دیدم اون چهره کریه مثلا خودم رو نمیبینم، دارم خود همون قیافه واقعی میبینم. ولی دوباره یه دفعه دیدم صورتم برگشت و دوباره همون شکل وحشتناکم رو گرفتم. و جالب اینه که غیر از اون تصویرهای خیلی مختلفی میدیدم، همش حس میکردم پوریا رو دارم میبینم با چند تا زن دیگه. میخواستم همون لحظه برم پدر مادرمو صدا کنم و گفتم بگم ببینید من دارم تو این آینه نگاه میکنم، این دامادتون داره کثافت کار میکنه، پوریا داره با 1000 تا زن میچرخه. ولی از اون عقل من کار نمیکرد که چطور ممکنه یه آینه همچی چیزایی رو نشون بده. دوباره همون گریامو که شروع کردم، اون صدایی که یک بار دیگه هم قبلا شنیده بودم و دوباره تو گوشم شنیدم که برگشتم صدا پیچید تو گوشم و گفت دیدی دروغ نمیگفتی، دیدی که شوهرت داره بهت خیانت میکنه. گفتم پس میگی من چی کار کنم؟ شروع کردم بلند بخوام حرف زدم. گفتم میگی من چی کار کنم، چه جوری جلوشو بگیرم؟ گفت تنها کسی که تو رو میتونه از این بدبختی نجات بده اینه که بری پیش رضا، اون مرد خوبیه، تو رو دوست داره. دستمو گرفتم رو گوشامو شروع کردم جیغ زدن. گفتم آخه من شوهر دارم چرا نمیفهمی؟ اون وقت گفت باشه شوهر داشته باشی ولی رضا تو رو میفهمه. همون لحظه دیدم پدر مادرم در رو وا کردن ریختن تو که چه خبر رو چی کار میکنی، با کی داری حرف میزنی، رضا کیه؟ دیگه گفتم ببین نگاه کن، داره آینه به من نشون میده که پوریا داره به من خیانت میکنه. یه لحظه دیدم واقعا پدر مادرم تو صورت همدیگه نگاه کردن و فقط یک کلمه از زبون بابام شنیدم که به مادرم برگشت گفتش که سما عقلش رو از دست داده. دوستان از اینجا به بعد داستان رو خواهرشون سنا دارن تعریف میکنن. گفتم که بهتون بگم که
در جریان باشید. وقتی که پدرم به من زنگ زد و گفتش که برای سما خواهرم چه اتفاقی افتاده، واقعا داشتم دیوونه می شدم. من دانشجو بودم توی یکی از شهرهای شمالی کشور و بابام بهم گفتش که اصلا سما عقلش رو از دست داده و دائم داره تو آینه، یه آینه ای از داره با اون حرف میزنه، اصلا هم یک ثانیه نمیذاره اون آینه رو ازش جدا کنیم. با پوریا واقعا وضعشون بده، اصلا زندگیشون داره به هم میخوره. این پسر رضا اومده سراغش، اصلا داشتم دیوونه میشدم، نمیدونستم کدوم یکی از این اتفاقات رو حذف کنم. اولین کاری که کردم سریع ساکم و جمع کردم و برگشتم کرج. اومدم و سریع تاکسی گرفتم، رسیدم خونه، دیدم که مادر و پدرم نشستن تو خونه سما، جفتشونم گریه می‌کردن. رفتم گفتم بابا چی شده، چه خبره؟ مامانم بابا منو بغل کردن، گفتن سنا دستمون به دامن، ما اصلا نمیدونی، واقعا فکرمون نمیرسه چی کار کنیم. نشستم و کل قضیه رو برام تعریف کردن، چیزایی که در حدی که خودشون میدونستن. وقتی گفتم سما کجاست، گفت تو اتاق گرفته خوابیده با هزار جور قرص آرام بخش، چه میدونم یه دونم برداشت، نمیدونم یه زعفرونی رو تو آب حل کرده خورده و میگه این آرام بخشه، داروی آرام بخش. اصلا نمیدونم این چه کوفتی هستش که میگه دست سازه. رفتم تو اتاق، در رو باز کردم و دیدم که یه آینه رو گرفته تو بغلش، همون آینه که برای عقدش گرفته بود تو بغلش گرفته و خوابیده. اصلا چشمم به صورت سما افتاد، داشتم دیوونه می شدم. زیر چشاش گود رفته سیاه، موهای آشفته. اومدم بیرون به مادر گفتم قیافه سما اینجوری شده تو این چند وقته، چرا اینطوری شده مامان؟ گفت به خدا نمیدونم، اصلا نمیدونم چیکار کنم، نمیدونم درد زندگیشو اول حس کنم یا درد اینکه این بلا سرش اومده. به خدا قسم، سنا حاضرم قسم بخورم سما دیوونه شده، یعنی یه ذره عقل تو کلش نیست. رفتم شروع کردم اتاقش رو گشتم، موقعی که خواب بود که شوهاشو تمام ریختم و اینا که ببینم چیزی میتونم ازش پیدا کنم یا نه، که چشمم افتاد به دفترچه خاطراتش. از روز اول آشناییش با رضا و تا به هم خوردنش و تا آشناییش با پوریا و ازدواجش و همه، حتی روز اولی که چشمش خورده بود تو این آینه و خودشو به شکل کریه دیده بوده، همه‌شو تو دفترچه خاطراتش نشستم و خوندم. وقتی بردم دفترچه نشونش دادم، نشون پدر مادرم دادم، بالاخره قسمت اون دوستی با رضا اینا نشون دادم، فقط قسمت که این شروع کرده تو آینه این چیزا رو دیدن و بهشون نشون دادم. پدرم گفت تنها راهش اینه که ما این آینه رو بگیریم ببریم بشکونیمش، هیچ کار دیگه ای از دستمون بر نمیاد. گفتم بابا چرا این حرفو میزنی؟ آینه یه بخش مسئله است، یه بخشش اینه که دچار توهم شده سما، باید ببریمش روان پزشکی. و گفت دختر مگه ما میتونیم اینو تکونش بدیم؟ گفتم مثلا این رضا خودش این وسط مشکوکه به قرآن قسم. بابام گفت چه ربطی به رضا داره دختر جو، حالا این آینه رو رفته از رضا خریده، اصلا من نمیدونم این رضا که آه نداشت ما ناله سودا کنه یه دفعه از کجا آورده مغازه عتیق فروشی وا کرده. دیگه گفتم شما اجازه بدیم من خودم همه چی رو درست میکنم. دیگه وقتی چون خسته از راه رسیده بودیم و اینا، خوابم برده شد، پدر مادرم هر کدوم یه گوشه خوابشون برد. صبح که چشمم رو وا کردم دیدم که سما نیست. تمام خونه رو دنبالش گشتیم، پدر مادر گشتیم، هیچ جا نبود. گوشیشو گرفتیم خاموش بود. یعنی واقعا از ترس داشتیم سکته میکردیم. سریع زنگ زدیم به پوریا که شاید رفته باشه پیش پوریا و اینا. پوریا ولی گفت من دیشب خونه پدر مادرم بودم، هیچ خبری هم از سما ندارم. اونم بدبخت دلش هزار را رفت و گفت من به شما سپرده بودمش، آخه حواستون کجا بود؟ دیگه هر جایی که به فکرمون میرسید و گشتیم. ولی پوریا نمیدونم چه فکری کرد که گفت پاشیم بریم مغازه عتیق فروشیه. گفتم مغازه عتیق فروشی بریم چیکار کنیم؟ اون وقت پاشیم بریم ببینیم این کثافت چیکار کرده با سما. پاشیم رفتیم مغازه‌اش، دیدیم رضا یه تیپ خیلی عجیب غریب و کت شلوار پوشیده و زنجیر طلا به گردنش، اصلا چیزایی که اصلا رضا بعید بود. تا مهدی گفت سلام سنا خانم از این طرفا. دیگه اولین کاری که پوریا کرد بدون هیچ چیزی رفت یه دونه خابون زیر گوش رضا. گفت با زن من چیکار کردی کثافت؟ اون و گفت مؤدب باش آقا، این چه طرز حرف زدنه؟ مگه من چیکار کردم؟ گفت تو گوه خوردی غلط کردی کثافت. از روزی که اومدی اون آینه رو حتی خریدیم من چه گندی زدی که سما رو دیوونه کردی؟ تو بیجا کردی پاتو گذاشتی تو خونه من. گفت کی گفته من پامو گذاشتم تو خونه تو؟ گفت خود سما. گفت خود سما بی خود گفته خانم آقا من به زن شما چیکار دارم؟ من اصلا با یه خانم متأهل چیکار میتونم داشته باشم؟
یه لحظه ما همدیگه نگاه کردیم، طبیعی بود که حرفشو باور نکنیم اینا. برایش این که پس اون زعفران دستازی که دادی دستش چیه؟ خود سما برگشته گفته تو اومدی خونه ما، برگشتی گفتی من کثافت کاری میکنم با هزار جور زن میگردم. تو غلط کردی، بیجا کردی. تو منو کجا؟ گفت آقا داره دروغ میگه، اصلا یه همچین چیزی نبوده. من خونه شما، مثلا خونه شما رو از کجا میشناسم؟ دیگه بحث بینشون بالا گرفت. با هزار التماس و اینا پوریا رو جدا کردم، ازش خواهش کردم 2 دقیقه بیرون باشه. بذار بعد وقتی فرستادمش بیرون گفتم رضا تو رو قرآن قسم، تو رو به هر کسی میپرستی قسمت میدم، اگه از سما خبر داری بگو. دیگه بعدا بهش گفت من هیچ خبری از سما ندارم، مگه کجا رفته و اینا، چی شده؟ اون وقت گفتم سما عقلش از دست داده. رضا تو رو قرآن اگه چیزی میدونی بگو، این از روزی که این آینه رو خریده اینجوری شده. گفت بابا چرا همتون فکر میکنین من کاری کردم؟ من کاری نکردم. آره یه زمانی سما رو دوست داشتم، پدرت برگشت به من گفت تو گدا گشنه دخترم نمیدونم، رفتم به 1000 تا کار مختلف دست زدم و اینا، این زندگی رو واسه خودم درست کردم. ولی خب سما شوهر کرده دیگه، به من ارتباطی نداره. گفتم پس تو هیچ خبری ازش نداری؟ تو رو قرآن، تو رو جون هر کی دوست داری، هیچ خبری از سما نداری؟ گفت به خدا خبر ندارم، ولی من خودم هم میگردم پیداش میکنم. وقتی از مغازه اومدم بیرون طبیعی بود که پوریا به هیچ وجه حرف رضا رو باور نکنه. 24 ساعت صبر کردیم، همه جا رو گشتیم. وقتی دیگه خبری نشد و اینو مجبور شدیم بریم به پلیس اطلاع بدیم که خواهرمون گم شده. و نکته جالبش هم این بود که سما همونقدر که خودش نبود، اون آینه هم نبود، یعنی آینه رو با خودش برده بود. و این باعث میشد که هر لحظه بیشتر شک کنیم که واقعا سما عقلش رو از دست داده و این جور حرفایی که داره میزنه یه حرف ساده معمولی نیست. 1 هفته گذشت، 1 هفته با تمام بدبختیاش گذشت و به هیچ وجه اثری از سما ما پیدا نکردیم. دیگه دعا و نذر و نیاز نموده بود، جا نموده بود نگشته باشه و پلیس هم هیچ چیزی نتونسته بود پیدا کنه. بعد از 1 هفته رضا به گوشیم زنگ زد، گفتش که سما رو پیدا کرده. یعنی اون لحظه نمیتونستم، واقعا از خوشحالی داشتم بال در می آوردم. به این فکر نمیکردم که اصلا چرا رضا گشته سما رو پیدا کرده. گفتش که توی مغازمه، بلند شید بیایید. سریع پا شدیم رفتیم حمله کردیم سمتش، ولی ورودی در یه زنی رو به هم نشون داد که اصلا باورم نمیشد این خواهر من باشه، انگار نمیشناختمش. موهای آشفته، کرکی که دور و برش بود و یه دست لباس خیلی چرکی که تو وجودش بود. رفتم سمتش گفتم سما، دیدم سرشو خیلی تیز بلند کرده، با یه چشای وق زده ای نگام کرد، لباش تمام ترک خورده، پوست صورتش زرد، استخون گونه‌اش زده و بیرون. یعنی واقعا شبیه این آدمای تسخیری شده بود. نگاش که گفتم رضا این چه بلایی سر این اومده، از کجا پیداش کردی؟ یعنی پوریا شروع کرد باهاش به کتککاری و اینا، به زور پدرم جدا کرد. گفت سر زن من چه بلایی آوردی؟ کثافت. گفت آقا اینم جای دست در نکنته، زن تو رفتم از یه گوشه پارک پیدا کردم. گفت تو غلط کردی، از تو پارک پیدا کردی، پارکی نمونده تو این کرج و تهران ما نگشته باشیم. دیگه اون وقت گفت خب میگی چیکار کنم؟ رفتم انقدر چند تا آدمو فرستادم، شب و روز دنبالش گشتم. نشسته فقط تو این آینه خودش رو نگاه میکنه، دیوونه بازی داره در میاره. دیگه اون وقت بعدن پوریا گفت همه بدبختی من از سر این آینه است، الان بلند میشم میزنم میشکنمش. همون لقدشو و آینه هم سف تو بغل سما بود و پوریا لقدشو بلند کرد بزنه به اون آینه. یه لحظه سما به طرز وحشیانه‌ای شروع کرد به جیغ زدن و حمله کرد به پوریا. تمام صورتشو چنگ انداخت، اصلا یه زور عجیبی پیدا کرده بود که واقعا حریفش نمیشدیم. به بدبختی کشیدیمش کنار و بابام گفت سما چرا اینجوری میکنی؟ چرا این کارا رو میکنی؟ گفت دست به این آینه کسی بزنه، کسی نزدیکش بیاد همتون رو میکشم. هر کسی یه دفعه رو میز رضام یه دونه چاقو بود، برداشت و اینجوری کرد، با همین میکشمتون، برید عقب، سمت من نیاید. دیگه واقعا عقلمون از سرمون پریده بود، داشتیم میمردیم از شدت استرس که خدای این چه بلایی سرش اومده. همون لحظه چون از قبل با چند تا روانپزشک و اینا مشورت کرده بودم، زنگ زدم به یکیشون رو پشت تلفن شرایطشو گفتم. به همون لحظه به پدرم بودم گفتم سما رو هر جور شده سرگرمش کنن. وقتی که دکترها رسیدن اومدن سریع بهش آمپول آرام بخش زدن و بیهوش شد. ازشون خواهش کردیم که بیارنش خونه. دیگه اون آوردیمش خونه و اینا، ولی تنها چیزی که اون لحظه یادمون رفت فقط وجود اون آینه لعنتی بود. فقط فکرمون درگیر سما بود و اون لحظه آینه تو مغازه رضا جا موندش.
سما رو آوردیم خونه، دست و پاهاشو بستن به تخت و گفتن، همون لحظه بهمون گفتن باید ببریمش مرکزهای روانپزشکی بستریش کنیم، ولی گفتیم نه، اون وقت ما خودمون تو خونه میتونیم درمونش کنیم. تمام مدت بالا سرش گریه کنیم و اینا. یه اون دیدم شروع کرد اون وقت دور و بر خود هی تو خواب جیغ میزنه، تو رو خدا اذیتم نکنید، اذیتم نکنید، به من دست نزن. اون وقت باشه به خدا اون وقت تو آینه نگاه میکنم، آینه رو پیش خودم نگه میدارم، به خدا میگم رضا با هم هر کاری دوست داره بکنه. صداهاشو میشنیدم، اصلا واقعا نمیدونستم کدومشو باور کنم. سری مادرم اینا رو صدا کردم تو اتاق، گفتم ببینید رضا چی ببینید سما داره چی میگه با خودش. که متوجه شدیم بین حرفاش و هزیونایی که داشت میگفت مثل که چند بار با رضا ارتباط برقرار کرده بود. دیگه داشتیم دیوونه میشدیم، خدایا چی کار باید بکنیم اینا. سری زنگ زدم اون وقت پلیس و وقتی قضیه رو اطلاع دادم گفتم داره تو خواب هزیون میگه. گفت خانم ما نمیتونیم این هزیونا رو حمله بر واقعیت بذاریم که این آقا واقعا به این خانم تعرض کرده باشه. گفتم بابا ببرید آزمایش بگیرید، بذارید 1000 جو کوف بگیرید، برید ازش اعتراف بگیرید، من نمیدونم آقا یه کاری بکنید، معلوم نیست مردی که عوضی با خواهر من چی کار کرده. تو همین لحظه که داشتیم صحبت میکردیم اینا، بعد از اینکه پلیس رفت یه دفعه اون وقت سما از خواب پرید و به طرز فجیعی شروع کرد به جیغ کشیدن. رفتیم سمتش، دیدیم هی دستاشو میکشه و اینا. اون وقت گفت اینا رو از دست من باز کن، تو رو خدا آینه رو بردار بیار، تو رو خدا بیار، التماستون میکنم. یعنی یه جوری التماس میکنم. گفتم ول کن سما، اون آینه لعنتی کوفتی رو ول کن، بذار اون وقت چیز آرومت کنی، بذار درمونت کنی، به خدا هرچی از اون آینه تو داری میکشی. ولی اصلا حرف منو گوش نمیکرد، اصلا نمیفهمید که من چی دارم میگم، فقط میگفت آینه آینه. دیگه آخر سر گفتم سما تو با رضا ارتباط داری؟ اون وقت بعدا گفت ارتباط چیه، چی داری میگی؟ اون وقت گفتم تو رضا به تو دست زده سما؟ گفت نه. یه لحظه دیدم مثلا حالتش برگشت و یه جوری طبیعی شده، انگار آروم شد. گفت نه کی گفته رضا به من دست زده؟ گفتم تو داشتی تو هزیونات میگفتی. گفت نه رضا به من دست زده، فقط آینه رو بردار بیا، من آینه رو میخوام. دیگه گفتم میدونی چی، اصلا نمیارم، هر غلطی که دلت میخواد بکن، بگی به تبرگ اینجا به خدا میبرم تیمارستان ها. تو دهنم مونده. یه دفعه دیدم چنان این ملافه رو کشید شاید باورتون نشه، چند تا مرد پرزورم نتونن اون ملافه رو پاره کنن، ولی ملافه رو پاره کرد و پرید نشست رو سینم و شروع کرد گلومو فشار دادن. مرگو داشتم جلوی چشمام میدیدم و اونی هم که انگار داشت منو خفه میکرد اصلا انگار خواهر منه. واقعا یه شیطانو داشتم جلوی روم میدیدم که دندونای وحشتناکشو همینجوری انداخته بود بیرون رو داشت فشار میداد که پدر مادرم اومدن با هزار بدبختی جدامون کردن و اینا. دیگه مادرم هی گفت سما ول کن و به خدا تو عقلتو از دست دادی، مادر بشین سر جات. دیگه یه دفعه دیدم انگار ساکت شد و دستشو گذاشت رو گوشش، انگار شروع کرد یه حرفی رو گوش دادن و مثلا با خودش شروع کرد حرف زد، دور خودش چرخید و یه سری اصواتی به زبون عربی و اینا شروع کرد خوندن که مادرم میگفت این چرا اینجوری میکنه. بابام گفت هیچی نگو. گوشیمو در آوردم و شروع کردم ازش فیلم گرفتن. یه سری حرفای عربی و خوند و دور خودش چرخید و یه دفعه دیدم سیاهی چشاش رفت بالا و سفیدیش موند، افتاد کف زمین. رفتم آب آوردم تو صورتش یه ذره زدم و مادرم یه ذره به هوشش آورد، دوباره بلند شد شروع کرد همون حرفای عربی و خوندن و اینا. یه دفعه دیدم پیرنش و تمام لباساشو کند و لخت مادرزاد وایساد جلومون. پدرم روشو گرفت و الله اکبر و اینا. دیگه اون وقت شروع کرد لخت مادرزاد چرخیدن و هی میگفت بیا، فقط هم میگفت بیا. روی تخت راست کشید و حرکات خیلی زننده ای از خودش نشون داد. دیگه برگشتم به مادرم گفتم مامان ما هی فکر میکنیم میتونیم درمونش کنیم، نه من قسم میخورم که سما حالت تسخیری پیدا کرده. این حرفای عربی و سما از کجاش داره در میاره، اینقدر سلیس هم داره صحبت میکنه. رفتم ملافه رو دورش پیچیدم و تماس گرفتم با پوریا، گفتم هر جوری از خودشو برسونه. وقتی که رسیدش اون وقت فیلمی که گرفته بودم و نشونش دادم. پوریا اصلا باورش نمیشد، میگفت اصلا عمری من به این چیزا اعتقاد نداشتم، ولی مگه میشه یه آدم عادی که مثلا هیچ کلاسی نرفته، هیچ زبونی تمرین نکرده، اینقدر سلیس بتونه عربی صحبت کنه؟ این چرا لخ شده یه دفعه؟ دیگه اون وقت گفت زیر سر این مردی که کثافته، شماها هی میگی نه ربطی نداره، ولی من میگم به خدا ربط داره، میرم سراغش. دیگه هر چقدر از ما اصرار و اینا رفت سراغ پوریا. پدرم هم گفت نه بریم و بریم تحویل پلیسش بدیم. رفتیم ولی رفتن و
مثل که اصلا هیچ اثری از رضا وجود نداشته. همه جا رو گشتن، هر جایی که فکرشون میکردن، حتی مغازم خالی بود، نه شاگردی پیدا کردن. همسایه‌هاشون هم گفتن ایشون یه مدتی اینجا کار میکرد و الان هم دیگه نیستش. ما فقط دیدیم یه روز اسباب کشی کرد و رفت، حتی به ما هم چیزی نگفتش. و این بود که تنها چیزی که خیلی عجیب غریب بود، وقتی که پدرم اینا دنبالشون بودن و ما هم تو پذیرایی بودیم و سما هم خوابش برده بود، وقتی رفتیم داخل اتاق دیدیم آینه تو بغل سما. اصلا نمیدونیم، واقعا هیچ امکان نداشت که رضا اون آینه رو بیاره، چون اگر می آورد بالاخره از جلوی چشم ما رد میشد و ما میدیدیمش. ولی نمیدونم اون آینه چطور به دست سما رسیده بود که اونو زیر بغلش پنهون کرده بود و خوابیده بود. وقتی دیدیم دیگه هیچ کاری از دستمون بر نمیاد، زنگ زدیم مرکزهای اون وقت روان پزشکی که سما رو ببرن بستری کنن. هر جور دعانویس و اینجور چیزا رو ما رفتیم سر زدیم، ولی هیچ کدومشون نمیدونستن که چی کار باید بکنن. به هزار بدبختی موقعی که سما رو داشتم منتقل میکردم به بیمارستان روان پزشکی، آینه رو از دستش کشیدیم. اولین کاری که کردیم، پوریا با یه اینقدر آینهش جنس واقعا سخت و سنگی داشت که با هزار بدبختی پوریا آینه رو زد شیکون. وقتی قابش ازش جدا شد، تماما دیدیم پشت قابش کنده کاری و اصوات عربی نوشته شده که وقتی اینو به چند تا دعانویس و اینا نشون دادیم، اون وقت گفتش که خیلی طلسم سنگینیه، فقط هم اون وقت چیزه طلسم جنونه و طلسم تسخیر شدن جسم و روحه. هیچ کاری ما نمیتونیم بکنیم چون به دست دعانویس‌های یهودی و عربی نوشته شده و خیلی هم سنگینه. بعضی هاشون هم خیلی وعده‌های چرت و پرتی به ما دادن و گفتن آره میتونیم، خیلی هم پولای هنگفتی از ما کندن، ولی هیچ کاری از دستشون بر نیامد. متاسفانه خواهرم سما چند وقتی است که بیمارستان روان پزشکی بستری شده و هیچ کاری هم حتی برای درمونش از پیش نبردن. میگن به هیچ داروی جواب نمیده، به هیچ روان پزشکی جواب نمیده. بعد از اون اتفاق واقعا خانواده‌مون از هم پاشید. پوریا دیگه نتونست این شرایط رو تحمل کنه و به خاطر شرایط خیلی مثلا خاص سما اینا وقتی درخواست طلاق داد، سریعا هم دادگاه موافقت کرد و طلاقشون صادر شد. پوریا بعد از اون اتفاق گذاشت رفت خارج از کشور، هیچ خبری ازش نداریم، ولی این خانواده در هم و داغون ماه که از هم پاشیده و خواهرمون رو توی تیمارستان بستری کرده. خواهش میکنم اون وقت سراغ این چیزا نرید، سراغ جادو و جنبل نرید. درسته سمام سراغش نرفته بود، ولی اگه از همون روز اول که این آینه داشت اذیتش میکرد از بیرون مینداخت و سراغش نمیرفت، الان این بلا سرش نمیومد. ممنونم که گوش کردیم به داستان ما. امیدوارم این اتفاق هیچ وقت برای هیچ کس نیفته و ازتونم ممنون میشم که برای شفای خواهرم دعا کنید. وقتتون بخیر.